درود بر همگی. امروز میخوام یک بار دیگه به درخواست شما عزیزان آموزش ساخت این اجاق بسیار سبک و پرحرارت و کاربردی رو براتون بذارم. لطفاً تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. خب برای این کار نیاز داریم به قوطی خالی اسپری. من از قوطی گاز فندکی استفاده میکنم چون هم جمع و جورتره هم قوطی سفت و محکمی داره. قسمت پایینی قوطی رو با سنباده ضخیم میساویم که رنگش بره. باید به این شکل در بیاد. حالا 5 سانت از کف قوطی میایم بالا علامت میزنیم و با قیچی میبریم. برای لبه های تیز هم باز از همون سنباده استفاده میکنیم. برای قسمت بالایی 1 سانت کوتاه‌تر از قسمت پایینی در نظر میگیریم و شروع میکنیم به بریدن. حالا نوبت اون درپوش قسمت بالاییه که با استفاده از یه پیشکشی 2 سو و انبرده لبه ها رو برمیگردونیم و با چند تا ضربه از جاهاش خارج میشه. حالا بدنهای باقی مانده قوطی رو با قیچی وسط نصف کرده و به صورت نواری با قطر 1 سانت و نیم میبریم. اون ورق رو به صورت حلقه‌ای در آورده روی درب قوطی میذاریم، چفتش میکنیم. به کمک یه خودکار یا مداد علامت میزنیم. با قیچی 2 تا شیار میزنیم. کامل نباید ورق رو ببریم. شیارها باید در جهت مخالف باشن چون قراره داخل هم دیگه به این شکل برن. دو تا شیارم مثل عدد 8 روی بالای ورق ایجاد میکنیم چون میخوایم وقتی کوبیدیم به اون سمت باز بشه. خب این قسمت رو من از یک گوشکوب استفاده کردم برای ضربه زدن چون باعث میشه که لبه ها تا نشه. حالا اون قسمت بالایی کاملا تو قسمت پایینی چفت شده. نوبت میرسه به زدن سوراخ‌های اجاق که باید حواسمون باشه پایین تر از اون لبه باشه. دور تا دور اجاق رو با مداد علامت میزنیم. من از سوزن پرگار استفاده کردم برای ایجاد سوراخ‌ها. شما میتونید از یه سوزن خیلی با احتیاط استفاده کنین چون میخوایم سوراخ‌ها خیلی ریز باشن. خب دیگه اجاقمون آماده است. من از الکل طبی 96% استفاده میکنم. راستی تا یادت نرفته کانال منو سابسکرایب کن چون قراره کلی ترفندهای خفن در کنار هم دیگه یاد بگیریم.